میگن که چرا آقای روحانی رو میچسبونید با آقای پزشکیان. خب اگر مثلا آقای روحانی یواشکی رفته آقای پزشکیان عکس گرفت، آقای پزشکیان حواسش نبوده، خب اینو بیاد اعلام بکنید، بگید ایشون حواسش نبوده، ایشون رفته یواشکی اون پشت یه دوربین پیدا که عکس گرفته، عکسو منتشر کرده. میگه بهترین کسی که مسیر دولت من میتونه ادامه بده آقای پزشکیان میخنده. خب ما چیکار کنیم؟ ما لازم نیست بچسبونیم، خودشون چسب دارن این دوتا با هم دیگه. آقای روحانی که از بهترین کارهایی که از دید خودش البته انجام داد و پدر ملت رو در آورد، اون ماجرای یک شب 3 برابر کردن قیمت بنزین بود. و آقای پزشکیان هم دیدم هم دیروز رئیس ستادش گفته که ما می‌خوایم بنزین رو گرون بکنیم، البته با شیب آرامی آنچنان که مردم خیلی متوجه نشن. و همین که دیدم خودش چند وقت پیش آقای پزشکیان گفته که اصلا ایده من بنزین 25000 تومانیه. مثلا بنزین رو هم اشاره کردن. من عرض بکنم که این واضحه دروغی است که متاسفانه گفته شد. اولندش که قیمت بنزین این قیمتی است که مجلس تعیین میکنه. آقای پزشکیان اتفاقا چون تو مجلس بود و قانونگذار بوده این حرف زده. فرانی این حرف که پزشکیان زده برای قبل از انتخابات وقتی که تو مجلس بوده و می‌خواسته همچین آشی رو برای ملت بپزه. شما گوش کنید. در همین بنزینی که اینا گرون کردن، فند معترض بودم قیمت بازار آزاد بدن، یعنی همون 20000 تومان، همون 25000 تومان. اگر اینم دیگه دروغه که من نمیدونم با شما باید بر اساس چه چیزی بحث بکنیم. صدای پزشکیان بود. دیروز آقای عبدالعلی زاده رئیس ستاد ایشون تو کنفرانس خبری گفته بنزین رو ما باید قیمتشو ببریم بالا. نه ترسید، بنزین هر قیمت کارشناسی بشه انشالله خواهید دید. آنچنان با آرامش و همکاری مردم جا میفته، بنزین، گازوئیل، برق فلان، که هم موجب رضایت مردم بشه هم موجب آبادانی کشور.